خب بینندگان گرامی، در مهمانی حجم نگاری جوان جمشید حلیم حضور داریم. شما ما رو خوش آمدید میگوید یا ما شما رو خوش آمدید میگوییم؟ رحمت، من امینم که در فکر من شما راضی میشوید. این لحظه ما و شما در مهمانی مخلصان برنامه صبح خوش آمدیم. مرحمت چای از بانوی عزیز. خب فردا بله یوسف، در بسیار صحنه‌های نقش آفریده است که در اون صحنه‌چو یا صاحبکار است واقعاً که با حساب مبلغ مشغول است. از همین خاطر می‌خواستم که در آغاز صحبت با جمشید یک معما پیشنهاد نماییم و اینجا یک با هم و تماشاگران شاهد می‌گردیم که سر این معما را جمشید علیم تا چه اندازه آشکار کرده می‌تواند. راضی هستی؟ چرا نه؟ جایی که گفتی مبلغ رفت اینجا خوب اینک معما رو پیشنهاد می‌نمایم. 25 215 2 کامسی 216. من فقط این رو با یک کلمه جواب میدم. هر جا که سر است عالمی سودا است. برای کسی لازم است خودش کار کنه. این خیلی حسابی رو فقط در خود می‌بینید. جمشید میگفتید که چرا شما در فیلم ها نقش نمی آفرید یا اینکه دعوت نمیکنند؟ نه چرا اکنون نصیب باشد به نواگیری فیلم های خوب آغاز شده است و دوام می‌یابد دعوت میکنم. شاید از لیاقت من به آفریدن نقش های فیلم نرسیده باشد، لیکن در یک فیلم من نقش آفریدم. کدام فیلم؟ مادر؟ بله، اونجا یک یتیم بچه را بازی میکنم. ساده را وقتی به مادر که مونده عذاب میشود و در فصل زمستان قهراتون وقتی هیزم جمع آورده یک مادر راهگذر گرگو حمله میکنه و جمع میشد اومده در همون آغوش همون یتیم بچه میافتاد. یک بار وقتی وای میبیند گریه میکرد که خدا با شکر پروردگار تو مادری من برگردوندی گفته. اون مادر را به خود میبیارد، یعنی از حمله گرگو میگرداند، گرگو رو سر میکند. همین خیلی یک علمی قدر یک جایی نقش شد و من این رو آفریدم. در ثبت هست این فیلم. یک بار همون از شبکه‌های تلویزیون به نوار رفت، فیلم مادر. یعنی شما همون مهر و محبت مادران رو احساس کردید. مادران که قلب بزرگ دارند، مادران مهربانند، مادران دعاگوی فرزندان میباشند. در این قسمت برنامه ما یک سرود مادر را بهر تماشابینان عزیز پیشنهاد میکردیم و بسیار هم نصب میشد. بعدا باز هم ارتباطمون رو ادامه میدیم به خاطر مادران عزیز. که هر کسی را زادگاهی هست، راه سر منزل میادگاهی هست، ولی بحری همه مادر وطن یک تاست. تو هم از بحری ما مثلی وطن یک تای ای مادر. چونان که هر کسی را زادگاهی هست، راه سر منزل میادگاهی هست، ولی بحری همه مادر وطن یک تاست. تو هم از بحری ما مثلی وطن یک تای ای مادر. تو مانندی زمین تنهای مادر، تو مانندی زمین یک تای مادر، تو مانندی زمین تنهای مادر، تو مانندی زمین یک تای مادر.
آبستن شادی توی آبستن غم ها، توی آبستن امروز توی آبستن فردا. چنان که هر کسی را زادگاهی هست، ره سرمنزل میادگاهی هست، ولی بحری همه ما در وطن یک تاست. تو هم از بحر ما مثلی وطن یک تای ای مادر. چنان که هر کسی را زادگاهی هست، ره سرمنزل میادگاهی هست، ولی بحری همه ما در وطن یک تاست. تو هم از بحر ما مثلی وطن یک تای ای مادر. تو مانندی زمین تنهای مادر، تو مانندی زمین یک تای مادر، تو مانندی زمین تنهای مادر، تو مانندی زمین یک تای مادر. سوال قبلی درباره فیلم بود. برای اجرای نقش در یگان فیلم گالیوود دعوت نماید. روز میشه؟ نه. چرا؟ چونکی با سکته دل شدن پس آدمیزاد دیگر تمام عمرش به پایان میرسد و من روزی نمیشم. چرا سکته دل؟ مثلا نقش کردن در فیلم. نه من سکته دل نمیشم. همون آدمایی که دعوت میکنن اونو سکته دل میشن. خب جمشید اولاد دارید؟ بله. خب بعدی با یگان جوان دختر بازی کردن در یگان صحنه چه باور دارم که بعد یک هفته در خانه اویلتون اگر با لحظه‌های لیریکی داشته باشد احوال جمشید حلیم بسیار هم بد می شود. من برای جواب دادن اول یک گلوتر کردن در کار و باید حقیقت رو گفتن در که من همه اویلم رو خودم نقش بازی کرده گرفتگم. دیگر یکون کس با من کار ندارد. ایش خیلی سوال ها من التماس داده نشود دیگر. چرا؟ برای که خانه در کی کلانه. اویلا اجازت من خیلی سوال ها رو جواب نمیتیم. خیلی دعوت کنیم. ما مهمون خونه شما هستیم. هیچ کی نیست در خانه. نمیخواید که یگان نفر فرزندان در آیندن همین راه شما رو انتخاب کنن، کسب شما رو انتخاب کنن. هر پدری که یعنی اگر اون از کسب خود بسیار راضی باشد میخواهد که فرزندش عموما همین کسب چیکار کند انتخاب کند. لیکن هنر ده این چی نیست، این هنر است. من هیچ وقت نمیتونم مجبور فرزندم گیرم و بیام که تو یعنی اکتور میشه. مثلا هنرمندانی که در جمهوری ما اون بسر بردن همین مثال آوردن ممکن است که نه هر یک فرزندی نه هر یک صنعتکار هنرمند میشد. یکی برای هنرمند شدن پیشگویی کردن هم نمیشه. که شما خودن همین کسب رو چگونه انتخاب کردید؟ چی باعث کردید که شما هنرمند شدید؟ البته از وقتی که من سر عقل شدم ما الان در وجودم همین هنر بود. این از خوردی همین خیر رفت. جمشید حلیم کدام خوراک‌های ملی رو آماده کرده میتوانید؟ قریب همه رو میتونم. ما همین اولین بار یک صحنه پیشکش تماشابین کرده بودیم. اونجا شکر بوده. وقتی صحنه کارگردان میرود بعد اونجا یک کسلی میمرو با من دویده میبیام میگم برای چی میموری؟ میگه که من شکر من میگم آخه یگان تاجیک با شکر نمورده برای چی میموری؟ چگونه که در آغاز صحبت شما قید نموده در این خانه کی کلون است؟ یعنی در همین خانه اینجا معلوم گردید که البته شما کلون هستید. زیرا همه کار خانه با شما بوده است. در جای فورا همونجا من کار میکنم، همونجا با خمره همونجا بشیرم. چون زیر یک نوار پیش از این اومدن شما پیشنهاد کردیم ما تماشا کردم که در شهر دوشنبه این فستیوال میشده است. این البته فستیوال تابستانه شد. اصلا اینجا جوانان جمع میشن. یک لطیفه میگم این درباره حسن خط است. حسن خط یک پسر بچه تماما مکتب نمیخواند، خلاص بازور از این رنگ همون قهرمانی من 6 بیا چند 4 سال میگه خونده ایستاده است. از این سال به این سال مکتبی 10 ساله خلاص در 12 سال 13 سال تمام میکند و سواد ندارد که نه نوشته نه خوانده. یک روز یک بار نیست مسافر بیچاره دوالده این کجا شده باشد این نوشته نمیتونه خونده نمیتونه این همون خبر دادن نمیتونه خواص میشه آدم خیلی میکوبد. خلاص 2 ماه 3 ماه میگذره دوره خط کشان بود خط میگیره
مسافد خط میگه هم خیلی میگه مرحمت مسافد خطا گیری خطا میگیره خرسان میشه میگه اون قسم حربی در خدمت رفتگه میره خونه خطا میکشه هر قدر نگاه میکند این نوشته من بوی یگون حرف یگون چه نمیبینه میگیرد خونه همسایه میره میگه همسایه التماس همین پسری من جای خدمت رفتگه من نفهمیدم این حسنی خطا نه بیچاره همسایه هم قدر نگاه میکرد جمع میشن همسایه نمیشه بعد همسایه میگه که مسافد شما میدونید چی این خطا گیری مکتب روی اگر هر یک معلم یا حرفی یابد شما میفهمید پسرتون در حتی میگیرن میرن مکتب رهبر مکتب نگاه میکند باور کنید تمام معلم دعوت میکند تمام معلم حتی معلم تربیت جسمانی هم میبینن ممکن شاید در دویدن نمیشته باشه هر قدر نگاه میکنن یگون چی نمیفهمن بعد مسافر خجالت نشود گفته معلم رهبر مکتب میگه مسافر راستی گپ در جامعه ما همین خیلی آدمانی هستن که هم خیلی حسن خط دارن اینا دکتران شما این خطا گیرید مرکز طبی روید مسافر میگیره خطا میره مرکز طبی نزد سر دکتر میدرو سر دکتر نگاه میکند عینک میموند هیچ نمیشه تمام دکترها فریاد میکند هر قدر از نظر میگذارن یگون کس خطا خوندن نمیتوند چیکار کنیم قریب بیگاه شده است مسافر خجالت نشود بابا من ما دکترها گفته هممون هر خیلی مینویسیم در جامعه ما گفته است همین خیلی با آدمایی هستن که حسن خطی همه همین دکترای خونده میتونن اینو دارو فروشان شما همین خطا گرفته اپتیکر روید مسافر خطا میگیره بیگونی روز میبیاد حوض بیگونی روز اپتیکر بیاید چی نوبت برای داولینی بلند داولینی موقع داولینی پس فشار فلان بهمدون خلاص همین نوبت هم میستد همین یک علاج کردن نوبتش میشه هم خطا دراز میکند دارو فروش ده دارو فروش هم میزوجش بسیار عین سعادت چخیلد میگیرم خطا نگاه میکنه میگه مسافر میبخشید این داروی شما در خطای میشه ولی نوبت از این معلوم گردد که فرزند اون مسافر در جمهوری مردمی چین بوده. خب جمشید میگفتید که لحظه های خاطرمانتان در حیات کدام لحظه ها بود؟ از همه برای انسانیت لحظه های خاطرمان این سفر کردن است چون که میگن بزرگان که تمام خام ها در سفر پخته میگردد وقتی ما به جمهوری ترکیه رفتیم برای نوار گرفتن لحظه های گورو بعد اونجا یک صحنه ما به نوار رو میگرفتیم خاطر خانم صدیق نصرالدین نوردین گلبیان بودن ما گرفتیم کامera به نوار گیریو یک تا کشتی ما سوار کردن و بعد ما باید رویم اونجا جای آبازی است نصرالدین نوردین باید رول شوی را بازی کنه بالای یک تا کامera داشیند و شعر بیاد ای موجی من ای اوجی من ای موجی من میگیرن اما بالای کشتی ده مریکا اکو و پوشیدگی خط خود صدیق کماندی را بازی میکنه من یوردم چه و همون از بعد شعر گفتن همون وقتی باواج میگن باید چپا شود بعد ما پرسیدیم راهدکی مثلا سپاسیتی روسی یوری دید تاجیکی خیلی چند بعد ترکی قطعی یک دختره که گفتیم که شوهرش ترک بوده است میدونه با ترکی هم همین یوری دید نوشته همین 4-5 لحظه خلاص اکی نصرالدین نوردین نوشته استاد بعد ما باید سوار شدن وقتی که ما اکی سر کردیم موتور اکی نصرالدین نوردین هم موبایل برده ای موجی من ای اوجی من ای موجی من ای اوجی من گفت همین چپا شدن و بعد یوری دیگه سپاسیتی کم ترکی قطعی یا که از همین گرد اطراف با فکر کردن که همین خیلی شخص غلطی داشت تمامی همون تکنیک را یک بار با کد رو دادید نصرالدین نوردین دیگه همین داوزا شده همون را بار داشتنده از همونجا موسی اونجا برای خانه با مو فهمیدم که میبخشید موجه یعنی از آن همون لحظه خاطرمان همین لحظه که سفر کردن اصلا سفر کردیم هوای یوری رساندن باور کنید یک بار دیگه این بهترین لحظه که در حد از خانه دیگه ما میگیم سیامکا داره و میگیم نیست یوردان خرجید چون شما کوشش میکردید که مردم رو بفهمونید و در این ما خواندیم جمشید مثلا خود را باره همچون سراینده احساس کرده هر صبح مثلا تماشا میکنیم هر لحظه از تمام گوشه و کنار دنیا میخونن من چخیل سراینده یعنی ذوق در گلگشت بلبل قرقر میکند همین حالت رو من سرایده میتونم ای آشنا بیگانه شد ویران شوی ای زندگی آشنا بیگانه شد ویران شوی ای زندگی دل ز غم دیوانه شد ویران شوی ای زندگی در سرای آرزو ما هم مکانه داشتیم آرزو افسانه شد ویران شوی ای زندگی یاره من نمایش صبح را تماشا کردم براستی که یک دیگرگونی های دیدم ده حس کردم که خیلی صحبت ها شیرین رفت یک اسکر بچه وقتی با
вай даъват мекунанд қисми ҳарбӣ, баъд модараш хат менависад, ва хат буд мегӯяд ки писарам ман туро ёд кардам, илтимос ягон сурат роӣ ку ман туро бинам, ман модари ту куҷо шудӣ. Баъд чанд вақт мегузарад ки мактуб мебиёд сурат, хурсанд меша, модар хата мехона, сурата мегирад, нигоҳ мекунад, ҳар қадар нигоҳ мекунад ки дар ҷои сурати танка нигоҳ мекунад, ба диққат танка ҳички нест. توبه صورت پوشم میگردن که در پوش نزدیک اوچا من دادری تانکم تمام پیر و جوان تاجیکستان عزیزم رو با این صبح با صفای با این روزی که باید نیت نیک هر یک فرد از جای خواب میخیزد با همون نیت های نیک همه شما را ما را عزیزان رساند. واقعا هم ما در این بعده با شما برای کامیابی های بی‌نظیر و آرزومندیم. خوش آمدید به برنامه صبح بار دیگر. و در این قسمت برنامه ما بخش کینوی دوستی رو منظورتون میگردونیم. بعد از چند فرصت ارتباط ما با شما از استودیوی اداره برنامه‌های صبح تلویزیون تاجیکستان ادامه می‌یابد. ما را همراه باشید. برنامه‌های صبح ادامه دارد.